دفاع کنندش هم باید بیاد بالا. اف هم به همین صورت و دفاع کننده هم به همین صورت. به این حرکت به این دفاع میگن دفاع من تو من. حالا این دفاع من تو من یا میتونه نصف زمین باشه مثل این شکل، یا میتونه تمام زمین باشه. تمام زمینش یعنی من از اینجا بازیکن حریف توپو میگیره، میخواد پاس بده به بی سی دی اف و تمام زمین میشه اینجا اینجا اینجا. یعنی شما به اندازه یه دست با طرف مقابل فاصله داری و طرف مقابل به هر نقطه‌ای بره شما باید با همراهیش بکنید و دفاعش بکنید. به این دفاع میگن تمام زمین من تو من یا پرس بهش میگن. خیلی